دم یه روباه تو حادثه قطع شد. روباها پرسیدن دم چی شد؟ چون روباها حیله‌گرن گفت خودم قطعش کردم. پرسیدن چرا؟ این که خیلی بده. روباه گفت نه، اتفاقا حالا آزادم و سبک، احساس راحتی میکنم، وقتی راه میرم انگار دارم پرواز میکنم. یه روباه دیگه که خیلی ساده بود رفت و دمشو قطع کرد، ولی خیلی درد داشت و نمیتونست تحمل کنه. اومد پیش روباه اولی و گفت تو که گفته بودی سبک شدم و احساس راحتی میکنم، من که خیلی درد دارم. روباه اولی گفت صداشو در نیار، وگرنه روباهای دیگه به همون میخندن. همش ابراز خوشحالی کن و افتخار کن تا تعدادمون زیاد بشه، وگرنه تمام عمر مسخره دیگران میشیم. همون شد. تعداد دمبریده ها انقدر زیاد شد که بعداً به روباهای دمدار میخندیدن. رفیق، وقتی توی جامعه افراد مفسد، دزد، اختلاسگر، خلافکار زیاد بشه، به افراد با شرف و با عزت میخندن. حتی بعضی وقتا بهشون میگن دیوونه.